سلام، من قنچم. به چنل من خوش اومدین. اینجا قراره با هم دیگه آشپزی بکنیم، بریم بیرون خرید بریم بگردیم بچرخیم با هم دیگه. و اینکه امروز میخوام یه دونه ویدیو آشپزی درست کنم. این اولین ویدیوی من تو یوتیوبه. من قبلا اینستاگرام ویدیو درست میکردم ولی خب اونجا همه چی دور تون بود، صحبت نمیکردم. اینجا میخوایم با هم دیگه گپ و گفت داشته باشیم. بریم. خب من اول از همه واقعا میخوام شویدا رو بردارم. من خیلی از سبزی پاک کردم بعدم میاد. تقریبا همه کسایی که من میشناسن میدونن اینو. غذایی که میخوایم درست کنیم با هم دیگه امروز پلو شوشتریه. من این سبزی‌ها رو تونتونکی پاک کنم. همین یه ذره رو خریدم که خیلی نخوام پاک کنم. من الان بهتون میگم چرا انقدر بعدم میاد از سبزی پاک کردن. واقعیتش اینه که ما کوچیک که بودیم، بچه که بودیم، در واقع اون موقع مثل الان اینجوری نبود سبزی خوبی باشه و همه جا راحت بری سبزی رو حاضر آماده بخری. مثلا سبزی قرمه سبزی و شوید خشک و نعنا خشک و اینا رو تابستونا مخصوصا مامانم فکر کنم 20 کیلو 50 کیلو واقعا واسه مثلا من 12 13 ساله یه کوه سبزی حساب می‌شد. اصلا تصوری ندارم وزن سبزی‌ها در واقع چقدر بود. می‌خرید و ما بعد نمی‌شستیم بهش کمک می‌کردیم. من خواهرم پاک میکردیم و تا ابدیت سبزی پاک میکردیم. تموم نمیشد که. شویدارمو یه جایشو خیلی دوست داشتم. شویدار که پاک میکردیم بعدش باید میشستیم بعد پهن میکردیم میبردیم بالا پشت بوم پهن میکردیم روی پارچه و حالا تو سینی و اینا. بعد نوبتی بعد میرفتیم اینا رو پشت رو میکردیم بعد میگردیم. اون قسمت مورد علاقم بود. میرفتم پشت بوم میپیچیدم به بازی و خلاصه یه زمانی رو اونجا اصلا تلف میکردم. میگذردوندم به خیال بافی. بذار آب ببندم که خیلی صداش نباشه اینجا رو تعریف کنم. و دیگه مثلا مامانم فکر کنم واقعا یه وقتایی عصبانی هم میشد و میفرستاد سراغم که برگرد پایین دیگه. نوبت بعدی الان میشه تا هنوز اون بالایی. فقط این قسمتش خوب بود. این قسمت پاک کردنش اینا واقعا زجر بود. بعدم میومد ازش. لوبیا چشم بلبلی رو از قبل خیس کردم. حالا یه نکته‌ای بهتون بگم. این خیالا رو گذاشتم تو گوش به خاطر اینکه نفخ حبوباتو میگیره. یعنی اگه مثلا تایم نداشتین که از قبل یادتون رفته بود یا حالا فوری خواستین که غذا درست کنین، همیشه اگه خواستین نفخشو بگیرین خیار بندازین توش، خیلی زود نفخ حبوباتو میگیره واسهتون. حواستون باشه فقط خیارا رو نخورین دیگه بعدش. خب من برای ریزی که قابلمه بیارم. اینو الان باید زمین نمک میذارم بپزه و تا لوبیامون بخواد بپزه ما میریم سراغ بقیه کارام. اینم از این زعفرونم آمادش کنم و شما یه کنارم هم یخچال. من زعفرون همیشه با یخ دم میکنم. خیلی بهتر میشه، هم اصلش بهتر هم طعمش. بعد این زعفرون رو نکنین چقدر بامزه است. من دوست ندارم من شاید آورده من تا حالا ندیده بودم خودم. همینطوری وعده یه دونه ایه. می‌ریزم اونجا و اینجا برمی‌دارم. یه لحظه بسیم سیمون بیارم.
واسه اینکه دم بکشیم. آقا این تخته تقریبا میز کار من تو این زندگی محسوب میشه. هر کاری میخوام بکنم کلا این تخته اصلا یه چیز شکیل و قشنگی نیست ولی خوب کار میکنه. موقعم خود کنم خب میز تیز نیست. چاپ تیز کنیم. چاقویتون خیلی مهمه. داداشم عاشق چاقوه کنم. خیلی چاقو دوست داره. حالا هم چاقو داده کلکسیونی و اینا چاقو ماقو میگیره. بعد برنگ یه بکنم بنچ مید اسمش همچین چیزی از این چاقوهای شنب و کوهستانی اینا میزنیم. باباش هم که بیا یه دونه از اینا بخر. اینو ببین چقدر خوشگله. هر بار میاد خلاصه یه طرح مدل تو به من نشون میده. سر کار مملی با این چاقو هست. آقا این ماگرم اکس هم واسم بکنم 6-7 سال پیش 8 سال پیش خریده بود. تو در میان گل ها چون گل میان خاری با من بود. بذارم سجاش اندازه کافی به نظرم تیز شد. خب ما هم قاچ کنیم و بچه بهتره حالا در واقع اینو با سینه درست کنیم. من ولی باهاتون درست کردم فرقی هم نمی‌کنه. یعنی با هر چی که دوست داریم قراره اینو خوبش کنیم کوچولوش کنیم و بعدش هم که تفتش بدیم بدین صورت. نه چاقوی خوب تیز شد. با ته ماگ حتما چاقوتون رو تیز کنید هر از گاهی. ماگ اکس باشه بهتر. آره ببین کردم ماگ اکس مثلا به دردم این کارا میخوره. ببین واقعا به نظرم یه سری ابزارات خیلی خریدنش واجب نیست دیگه. من هیچ وقت تیسفون نخریدم واقعا زندگی. مثلا لازم نبوده که حتما آدم تیسفون. یه سری خیلی چیزای دیگه دیدی مثلا آدم میخوام وسیله بخرم میرم همه اون چیزایی که حالا لیست شده یا از قبل گفتن رو میخرم. نه به نظر من واقعا اون چیزایی که کاربردی و استفاده میشه رو آدم میتونه داشته باشه. و اصلا نکته مهم توی آشپزی به نظرم اینه که سخت نگیری. یعنی با اون چیزی که داری. حالا اصلا من مثلا خب سینه مرغ دارم مثلا رون مرغ دارم با همون درستش کنم یا مثلا حالا با همون امکاناتی که داری بتونی به نظرم مثلا یه غذای رو در بیاری و آشپزی بکنی و اینا و غذای خوب بشه. اون مهمه. این که بتونی بری خب مثلا همه چی و این چیزی که کتابا یا بقیه گفتن در بیاری خیلی هنر نیست. من خیلی از اوقات حالا قطعا خیلی همون این کار میکنیم با همون چیزی که تو آشپزخونه تو یخچالمون داریم. یه وقتایی غذا درست میکنیم. این به نظرم خوب سر دیگه. من عاشق آشپزی هم نگفته بودم. من باید شستم تفته رو که مرمده تا خوشه. این مثلا بریم یه پیازی برداریم و پیازمون رو خلالی کنیم. آب لمان من میرم این زیر تکون بکنیم و برمیگردم. شوید بگم ببین این غذا رو میتونیم با شوید خشکم درستش کنیم. یعنی حتما الزامی به اینکه به این شوید تازه بگیریم نیست. مثل شوید باقالی پلو که درستش میکنیم با شوید خشک. این هم میشه. خب دیگه عطر و طعم شوید تازه رو ببین که چه جونی به غذا میده. من بیشتر به خاطر اون گرفتم. یعنی در هر صورت ما حالا میبینیم بعدش از شوید خشک حتما استفاده میکنیم. لازمون میشه.
کار خرابی کردن اینا رو با این انجام میدن. این رنده رو فکر کنم 15-16 ساله دارمش. راست میگن قدیما جنس همه خیلی بهتر بود. همچنان داره خیلی کار میکنه. قبل از اینکه یاد شش و چالم رو بسوزونه کار در اومده و تموم شده بدون صورت. خب خیلی هم خوشگله. من سیزو رو بیارم. تدا دیدی. خب بذار پیازمون سبک بشه. بعد این مرغ رو بریزم توش و بقیه کارا رو با هم انجام میدیم. پیش دستی میگیرم. شیریدم خوردش کنیم و گرم کنم سراغ پیازمون. این بودی اینقدر حرف زنم یادم رفت برنجشون. الان میرم بچه ها سریع برنج بجوریم. شما برنجاتون رو باید زودتر بجوریم. تمام؟ خوب. برم میزنمش اینجا. خب زردچوبه و فلفل سیاه و نمک. میام سراغ پیازا. بچه بریم پیازا هم دیگه خیلی سرخ شه دیگه، یعنی همین که سبک شد. خب بیاد نمکش هم بزنم که هم میاد روش. پاپریکا و پودر سیرم میخوام. یا دیگه اونجا نکنم. این پودر سیر رو میدم آبش کنم. ادویه ها رو همیشه تو روغن تر کنیم خیلی اصلش بیشتر آزاد میشه. همیشه این کار بکنیم. مثلا تو مرحله که به آب و اینا میفته مثلا چه همون چیزی اضافه میکنین اون موقع نزنین. اینجوری الان قشنگ تو روغن حسابی باعث میشه عطرش آزاد شه. اینو یه دونه اینجوری تفت میدم و وقت اضافه کردم. خیلی اینجا کاری نداریم به سر این مرغان بپرسم. بعد من بقیرشون میگم چی کار کنم. خب من برنجم روشن کردم این فاصله. الان هم میخوام این لوبیا رو آشکاری کنم. پارچه‌ای بذارم رو پام تا نسوختم. خیلی تند و سریع می‌سازم.
یعنی شما نمیدونین این چه عطری داره الان. خب بودا من بختم شد یعنی بزنم و شکل رو بیارم. دیگه باید بهش سر بدونم اضافه کنم و واسه باشم تمیز بیارم. خیلی خوش است. خیلی کاش بودین اینجا این گوشو می‌دیدین. یا من می‌فرستم بفرستمش بیاد بشه. خیلی خوش. چقدر برنجم واحد. باید یه ذره زنده تر باشه چون قراره نبات بیاد لای خودو. تقسیمش کنم کج همون روغن هم من یه تر رسید این خوبه. یس اینجا رو بعدش هیچ کاری نداره.
هم همیشه نیست خوشگمون بیارم. چه خشکش رو خیلی نمیخوایم زیاد بریزیم. یه کوچولو دارچینم میزنم خیلی باید قاطی بذارم. همینجوری مثل همه پلوقاتی های دیگه طبقه طبقه اینو میایمش بالا. به 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 به. خب بچه من یه ماست بادمجونم درست کردم داشتم در واقع الان درست نکردم وای خیلی بسیار میاد نشون بدم. بعد اونم گوشتم کنار غذا بخوریم. البته این غذا واقعا با ترشی خیلی جذابه مثل دم پختک دیدین چقدر با ترشی خوب میشه. اینم دقیقا آمادگیه. ترشی هم گذاشتم و دیگه آماده خوردنه. روخ اینو ببینین. خدا حافظ تا ویدئوی بعدی نمیدونم میخوام چیکار کنم ولی زود میبینمتون.